با علم دلها زنده می گردد و چشمها روشن می شود. الله می فرماید: آیا کسی که می داند آنچه از جانب پروردگار تو نازل شده از حق است مثل کسی است که کور گشته‌اند؟ پس علم نور حیات است، در حالی که جاهلی تاریکی کوری می باشد. و بسنده است علم را در شرف اینکه الله سبحانه و تعالی شهادت اهل علم را با شهادت خود و فرشتگان درباره توحید پیوست نموده است. الله می فرماید: الله شهادت می دهد که نیست معبودی بجز او و فرشتگان و اهل علم نیز شهادت می دهند در حالی که بر عدالت ایستادند. و علم این میراث پیامبران است و جستجویش از بهترین عملهای نیکو می باشد. سفیان ثوری رحمه الله تعالی فرمودند: هیچ عملی از طلب کردن علم بهتر نیست اگر نیت درست باشد و علم صاحبی خود را در دنیا و آخرت بلند می کند. الله می فرماید: الله کسانی را که ایمان آورده اند و به آنها علم داده شده است درجات هایشان را بلند می کند. و علم باعث پیدا شدن ترس پروردگار در قلب بندگان می گردد. الله فرماید: تنها عالمان بندگان خدا از او سبحانه و تعالی می ترسند. و عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه فرمودند: علم با زیادی روایت نیست، بلکه علم این ترس از پروردگار است و با علم بنده در دو دنیا خیر و نیکویی را به دست می آورد. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند: هر کی الله بر او خیر بخواهد او را فقیه در دین می گرداند، فهم دینش را زیاده می گرداند. و طلب علم و جستجو از آن سبب رسیدن بر بهشت می گردد. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند: هر کی راه را برای جستجوی علم طی کند الله برایش راه بهشت را آسان می گرداند.